нас тоже на улице 3 ребенка потерялось, один 8 лет, 9 лет. Они вот вышли, ну все, их больше нету, родители вообще не беспокоятся о детях своих. Ну, не смотрят за своими детьми, вот поэтому и пропадают дети. مادرها هستن که خونشینن 6 مثل فرزنداشون بازی پرتفتگی به اختیار خود میگردن. همین پدر مادر میموننشون به نظارا میموننشون میرن هم دابا گم میشن کودکا یا میدزدنشون. شما مشاهده کردید در کوچه‌ها که مثلا بی‌نظارت بازی میکنن؟ باید صورت هم دارم باید در نمیشه. که کودک خچه تا میمونن بازی میکنن خیلی گفتن چه آدم میاد میبینم یکم صاحب نداره میگیرش میره. با فریب با دوم فریب میگفتن. مثلا شکلات میتونن یکون چیز قط فریب میکنن و میکنن همین قطعی باید پدر مادر هر یک پدر مادر باید فهموند که کسی که شخص بیگناه هست نزدیک نروید یکون چیز از دست اونها نگیرید. باید همه وقت هر روز در عائله همین باید فهمونیم. برای ما خود نبیرامون ما میفهمونیم. مثلا من نبیرام هستم میگم یکون شخصی که مثلا جیغ میزند یکون چیز بعد میکنه که شکلات من اینجا رفته میوای کنیم همینا حرکت کنید که نزدیک نشوید. البته ما اونو رو تنها نمیمونیم. همه وقت یک کس همراه با مکتب و با خونه مثلا چه برای یک جویم همه وقت. من خیلی وقت به نظارت میبینم خیلی پدر مادرش دیگه نه گپ زده است که واپس دیگه گودکش میره و که ما خودم رفتگیم چند بار همین گودک یامورا ما خودم نگاه کردگیم باوردگی و چش دادگیم که ما خالان مثلا بچه‌تون بگیرین که یگون گم نشه بچه نشه برو احمد میگفتن خیلی میگفتن بچه جون احمد که تام خیلی با هسته برای اینکه بیکار هستند به نظارت هستند مثلا پیش دوره سیاس کروژوکو بودن هر نمود کروژوکو بودن ماش جوی ورزش بود خیلی حاضر هم هست خدا را شکر نه که این هم خیلی کروژوکو باید که اشتراک کنن کودک‌ها مثلا در خود مکتب بودن این هم خیلی کروژوکویی که авиастроение, авиамоделирование بود، рисование بود، пение بود، هر نمود وایو بودن. نه که حاضر نمیدونن با فکر من که حاضر هم هست نه که نمی والدینو اهمیت نمیدن. اگر پدر مادر از پشت فرزندشون نظارت کنند ما با باوری کامل گفته میتونم که با این حادثه ها و یا دچار نمیشوند.